امروز توی این ویدیو قراره یادتون بدم چجوری با کمترین امکانات یه چیزکیک سن سباستین یا چیزکیک سوخته خوشمزه با یه بافت و عطر عالی داشته باشین. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشین. خب بچه‌ها، برای درست کردن چیزکیک سن سباستین که این روزا خیلی هم ترند شده، ما خیلی چیزای زیادی نمیخوایم. پنیر خامه‌ای، نشاسته ذرت، شکر، وانیل، خامه، تخم مرغ و یک کاسه و همزن دستی و همچنین مهمتر از هر چیزی یه دونه الک. واسه اول کار ما باید پنیر خامه‌ایمون رو به حجم 330 گرم بریزیم توی ظرفمون که حالا شما میتونید نصفش رو پنیر ماسکارپونه و نصفش رو پنیر خامه‌ای بریزین. من همه رو از پنیر خامه‌ای معمولی استفاده کردم و بعد اونو انقدر هم بزنین که یه بافت خیلی کشدار پیدا کنه. ببینید چقدر کش میاد، دقیقاً این شکلی. بعد از اون نوبت شکره که من از شکر دانه‌ریز استفاده کردم. 80 گرم شکر میخواین، اگر میخواین شیرین ترشه میتونید 85 گرم شکر هم اضافه کنید. باید به صورت بارونی، یعنی همینقدر یواش یواش به موادتون اضافه کنین و همزمان هم بزنین که یه جورایی پنیر خامه‌ایتون فرم بگیره و دوباره انقدر اینو هم میزنین که این دفعه یه بافت فرم گرفته پیدا کنه، این شکلی. حالا نوبت خامه‌مونه که باید از خامه صبحانه و یا خامه غلیظ ترجیحاً پرچرم استفاده کنید. حجم 200 میل برای این مواد کافیه. حالا دوباره موادمون رو انقدر با هم ترکیب میکنیم که یه مقداری بافت موادمون شل و رقیق‌تر بشه. حالا 3 تا تخم مرغ که باید وزنشون بشه 110 گرم رو به موادمون اضافه میکنیم. دوباره اونو مخلوط میکنیم، همینجوری هم میزنیم تا کاملا صاف و یک دست بشه. الان وقتشه که مواد خشکمون رو آماده کنیم. ما به 10 گرم نشاسته ذرت احتیاج داریم که اگر نداشتین میتونین از آرد سفید هم استفاده کنین و یه مقدارم وانیل که من همینجوری چشمی ریختم. حتما از الک رد کنید و بعد به موادتون اضافه کنین و دوباره انقدر موادمون رو هم میزنیم که یه بافت یه دست داشته باشیم. من برای پخت چیزکیکم از یه قالب 15 سانت کمربندی استفاده کردم و بعدم یه کاغذ روغنی رو از وسط نصف کردم و به صورت به علاوه توی قالبم گذاشتم. اینو دقت کنید که باید کاغذ روغنیتون رو یه کمی دفرمه بذارین، ولی همه جای قالبتون باید کاغذ روغنی قرار بگیره. بعدم یه صافی یا الک میذارید روی سر قالبتون و موادتون رو حتما قبل از اینکه بره توی فر الک میکنید که دونه‌ای توش نباشه. بافتم یه بافت خیلی رقیقه. من توی هواپز درست کردم، ولی پیشنهاد میکنم که شما توی فر درست کنین، چون که توی هواپز خیلی زود اون روی سطح کیک میسوزه. دمای 180 درجه به مدت 20 دقیقه کافیه. چیزکیکمون که آماده شد باید بذاریم حدودا نیم ساعت توی دمای محیط بمونه و بعد هم 1-2 ساعت تا چند ساعت بذارینش توی یخچال و حالا دیگه چیزکیکمون آماده است. خیلی آروم کاغذ روغنی رو باید جدا کنیم و میبینید که چیزکیک سن سباستین یه حالت دفرمه خیلی خوشگل داره و مال ما هم قشنگ همون جوری شده. قسمت روی کیک سن سباستین باید همین جوری سوخته باشه و اصلا به خاطر همینه که اسم دیگه اون چیزکیک سوخته است.
تاریخچه این چیزکیک به شهر سن سباستین اسپانیا برمیگرده و برای اولین بار سرآشپز سانتیاگو ریورا این دستور پخت رو ارائه داده. و الانم به یکی از پرطرفدارترین دسرهای دنیا تبدیل شده. چیزکیکتون رو میتونید هم با سس شکلات یا سس‌های میوه‌ای و هم به صورت ساده سرو کنید. اینم از بافت چیزکیکمون که حسابی نرم و پنیری و خوشمزه است. امیدوارم که درست کنین و نوش جونتون باشه. اگر که این ویدیو رو دوست داشتین لطفاً حتما کانالم رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و برای دوستاتون هم بفرستین. توی ویدیو بعدی میبینمتون.